ما اینجاییم که به قولمون عملی کنیم و وعده چاق‌ترین چیپس خور جهان رو نشون بدیم. تو جهان موازی. این وعده غذایی برای برادی کالاهانه که معروف به پادشاه چیپس تو تگزاسه. یک وعده غذای اون تشکیل شده از 20 پاکت چیپس به اضافه 3 لیتر نوشابه گازدار. یه شعارم داشت، نمیدونم این جمله ازشه: اگه دهنم صدا نده از تردی چیپس حس میکنم زنده نیستم. مثل سجاده، به خدا سجاد تو جهان موازی. این مطمئنی داداش دوقلوی من نیست؟ نه اصلا مطمئن نیستم، حتی مطمئن نیستم که هنوز زنده است یا نه. سایزی انداز نه موسیر. بچه دروغ نگم، یادم نیست 400 پوند بود یا 200 پوند، ننوشتم تو نوتم. من واقعا دوست دارم من رو بخورم. من واقعا دوست دارم چاق‌ترین فر جهان باشه. ترکیب چیپسامو بهتون بگم. این دوتا چیپس مورد علاقه سجاد به خاطر سجاد خریدم. این ردیف چیپسای چیه؟ نوستالژیه. چیتوز. یه سری اینا رو نگاه کنین. اینا مینی چیپسن که به هر حال بازم پاکت حساب میشن. و یک سری چیزای دیگه که اصلا دیگه نمیدونم میشه چیه. 3 لیتر نوشابه هم میشه 1.5 لیتر 1.5 لیتر. خیلی تشنه سجاد. ولی خب اینجا من حالا حقیقتا میخوام یه قانونی رو پایبند شم. تو رو بنظرم از چالش بیرون. خب من تکی باش مقابله کنم. تو به نظر چند تا پاکت است یک وعده؟ 20 تا میخورم. قصه کاری ما رو یه ویدیو داریم میگیریم. بیو. خب من الان ادامه حرفم ببخشید که گربه نداشت حرفمو ادامه بدم. من میگم تو از چالش برو بیرون، من به قرآن هر 20 تا رو میخورم. باش. من 6 تا کوچیکو میخورم. چی کنیم الان؟ آره اول من نمیخوام خودم تنهایی باش مقابله کنم آبجی. تنهایی نمیشه مقابله کنم. صاحب تو یه دونه نوشابه رو میتونی میخوری؟ جدی میگی؟ چه نمیتونم. حجم مگه بعد این چه چیپسیه؟ این حقیقتا چه چیپس جدیدی بود. میخوام اول اینو بخورم. من نمیخواستم اونو بخورم. دیگه اول میخوام. به خاطر تو موسیر دلمزه خریدم. یه بازی شطرنج. ما با همیم. حرکت ما یاریم. ما باید با هم بتونیم اینا رو تموم کنیم. دست به مهر حرکت. سجاد تا زمانی که اینو تموم نکردیم آره با هم بخوریم. آره. بچه چیپسش نمیدونم چیه. چیپس با طعم چیپس سنتی، مزه ساده. ساده نمکی نخریدم من که اینو. طعم واقعی چیپس. بچه اینا همه طعمشون الکیه. اوف. من مطمئنم این با طعم سبزیجات بود ولی نمیدونم چرا احساس میکنم دیگه سبزیجاتی وجود نداره. آره سبزیجاته. آره. خب چرا ننوشته روش سبزیجات؟ طعم واقعی چیپسو میده؟ وای! چرا میدونی مزه چی میده؟ چیپسی که خودت درست کردی. بچه‌ها من نمیدونم چه چیزیه. ولی همین الان میاد تو صدر جدول بهترین چیپس‌های جهان. بچه‌ها مزه چیپس اصلا نمیده، واقعی میده. نگو تو خونه چیپس درست کردی. همه کمی داشت. خیلی خوبه. تا به امروز قهرمان چیپس‌ها چیپس دلمزه بود ولی از الان عوض میشه. اسمش چیه چیپسش؟ ما بهش الان تبلیغش هم می‌کنم. چیپس سنتی. اسمش چیپسه. خونگیه فکر کنم باشه واقعا. ولی اسمش چیپسه. وای باورم نمیشه اینقدر خوشمزه است. باورت میشه؟ ولی الان که فکر میکنم آخرین آدمی که اینو میخوره جدا از سنگین بودنش میشه سخته. چی؟ ترده. خیلی سخته. دهنتو در میاره. واقعا از این لحاظ دست مریضات بهش خیلی سخته. اما این خوردن چیز ترد میتونی آبجی میفهم چون میگم خوردنش خیلی سخته. میفهم چون میگم که میگم گوش بده. آها نگو بله. میشه تو بخوریم میبری؟ میشه دیگه باز کنم. من تا یکی تموم نکنم نمیگم ولی. اون چه چیپسیه؟ اینم خیلی جدیده. دقیقاً چیشمو برده از الان. این چیپس یامی موسیره. بچه‌ها این مثل پرینگلزه از این برقای فشرده. پرینگلز منطقه معروم. خوشمزه. بخور. چقدر نمیزنی؟ یه کار کنیم آبجی. چی؟ من اینجا دراز میکشم. خب یه دومین جدا بده. نه دهنمو باز میکنم رو بالا. تو چیپسا رو بردار. یه گاز بزن بهش. نه گاز به غیر بداشی شروع کردم. این کارو خودم میذارم تمام کنم. با دستت خورد کن شیشه برو اون. با دستت خورد کن بزن دهنم. چه بخوام ببینم میگم بیا. نه اینجوری میذاری در میگیره. نه باز می باشاش بازی ها. خب بیا. من اینجوری بمونم نه دیگه کنار. نه این برعکس دیگه. چطور حالا کردی؟ حالا بیا نمیری و به ولت خودت. تمام شد این بود؟ خفه میشم. خب این پلن رو کنسل می‌کنیم چون که اسم می‌کنم خفه میشم آبجی. چیز بعدی که می‌خوام بچه‌ها باز کنم. چون این دوتا رو بخورم من بیام. چیپس مورد علاقه سجاد یعنی چیپس موسیر دلمزه است. یه ذره زیاد شده نه سجاد؟ قبلا خیلی کم بود. کمیه که خیلی کم نی.
این چیپس خیلی خوشمزه است ولی میدونین سخت خوردنش واقعا. آفرین. یکی از چیزهای دیگه ای که آبجی خب چون این حرفو بهم گفتی این نکته رو یادآوری کردی. خارجی‌ها این چیپس ندارن. دارن. بگی بابا گرینگز دارن. جدی؟ اصلا هم دارن. من گفتم مثلا بابا ندارن. منظور چیه؟ خارج چیپسی که مثلا ورقه باشه نه شاید با این طعم موسی نه. دارن فقط دیگه. داخل پاکتی دارن؟ ندارن احمق. پاکتی ندارن. شوخی می‌کنی؟ خارجی چیز پاکتی نداره به قرآن من دیدم اونو. بچه خدا اینقدر که رفتار میکنه ندارن جدی. چرا آقا یکی تو کامنت بگه خدا که ندارن. پاکتی ندارن فقط ایرانی‌ها پاکتی دارن. چه شو ندید بدید رفتار می‌کنی سجاد؟ ما فقط 100 تا ویدیو شارژ قصد خارجی خوردیم که چرا نندید پدیدایی؟ چیپس اینجوری نخوریم واسه خارجی باشه. من چیپس سومم دادم به سجاد چون این چیپس هم مورد علاقم نیست. حاجی با اندازه چاق بخوریم. ما چی میگی مورد علاقه نیست؟ بخوریم. من همه رو با می‌کنم امتحان می‌کنم. سجاد از یک چیپس از همه چیپس‌ها بیشتر بدش. اونم چیزی نیست به نام چیپس ماست ریحون. میدونین چرا؟ یادم سر یه ویدیو یه 100 تا 200 تا از این چیپس داشت. بعد از اون دیگه از این چیپس بدش اومد. آفرین. ساده نمکی و آره 30 تا توی یه هفته خوردم ولی زره نشدم. همچنان عاشقم. پس درس امروز واسه اینکه هفته‌ای 30-40 تا چیپس بخواید بخورین نباید طعمدار انتخاب کنین چون دلتون رو میزنه. بس ساده نمکی انتخاب کنی. ساده نمکی یا ساده نمکی. الان من میخوام تست کنم ببینم ساده نمکی مزمز بهتره یا ساده نمکی چاکلز. عاشق اینجوری مقایسه هم سجاد. حاجی تو من اول بالا من رو کلوبش کنم. من میرم پایین‌تر. صدای خودم زیاد نشنید بچه‌ها. این چاکلزه. این مزمز. چاکلز. من میفهمم من احساس کنم خوشمزه. نگاه نکن. اسمشو میذارم مثلا مزمزه میفهمم آبجی. خب باشه نگاه نکن بگو کدوم خوشمزه است نگو اصلا با خوشمزگیش بگو. اینو اول بخور. خوردی تموم شد دهن تو با نوشابه بشور. بعدی. میدونم طعمشو میتونی حدس بزنی خیلی تابلوه منم میتونم. بابای مزمزه. خب کدوم خوشمزه داره؟ فرق زیادی ندارم با هم. نه با مزمزه خیلی فرق باشه با اون. نه فرق زیادی ندارم. چرا دو تا از اینا دارم؟ بابا من از دور رو. چرا دو تا از اینا دارم؟ چرا دو تا داد بعد هر کدوم یه طعم میداد؟ بی تربیت‌ها. چیپس بعدی. اون تست چیپس نیست دا. تو رکورد میشونی. دو بشکن. چیپس بعدی چیپس کچاپ. میدونی چیپس کچاپ من یاد کی میندازه؟ مثلا چیپس کچاپ که میخوری یاد چی میفته تو ذهنت؟ یه چیزی که به بچگی منو تو بستگی داره. وای جمون میفته. وای پشمام من داشتم به این فکر می‌کردم باشه من چیپس کچاپ میخورم انگار دارم جمون میبینم. بچه بودیم هر وقت جمون میداد مامانم پشمام. واقعا میگن تربازی خاربرداری. پشمام این بچه این تنها تفاهم من سال تو زندگی بود. الان که این همه چیز داری میخوری خوشحالی؟ زده شدی؟ من الان دو تا حس دارم تو زندگی. الان یک ناراحتم. واقعا دیگه حس می‌کنم نمیتونم رکورد بشونم. چرا؟ خیلی سخته. ولی تلاش می‌کنی یا نه همه رو دارم می‌خورم. احمق بگم من اینقدر بدبختم. اینقدر ساده‌ام. خب نزدیک میشم بهش. مطمئن باشید من بهش نزدیک میشم. شاید بشونم. نه؟ بشونم. فکر نمی‌کنم بشونی چون منم دارم برات کمک می‌کنم. تو دو زیر میزنی حقیقتا. یه فکری دارم. تو یه چیپس بکن تو دهنم. من بگم حدس بزنم چه طعمیه. یاده؟ تو. نه تو. تو. سنگ باز قیچی کنی. سنگ کاغذ قیچی. چیه؟ جدیده. سنگ باز قیچی. سجاد. یو. سنگ باز قیچی. تو. نه چشات ببر. یه چیزی میگم که نفهمی. یه چیزی بگم. الان دیدی. این چیپس. دیدی؟ کدوم می‌خواستم بردارم؟ احمق. این چیپس جدیدترین چیپسیه که جدیدن اومده تو بازار و واقعا خوشمزه است. فقط ایراد داره. آره. جدیدن چیپسی که تو بازار ایران اومده. 6 تا تمازش داشت. من ترسیدم نکنه چیپلت باشه. یه بدی داره اینه که این شرکت استفاده داره می‌کنه روغنش زیاده. روغنش گل میزنه. با اینکه خیلی خوشمزه است. چیپسه. اسمش هم اسمکسه. یه عالم از اینا بود که بیشتر می‌خریدم. اینه جدید اومده تو بازار و واقعا تونسته بیاد تو رده‌های بالای چیپس. با چقدر خوشمزه. می‌بینی چه خوشمزه است؟ انگار داری واقعا پنیر می‌خوری. وای داشت طعمای دیگه‌ش هم می‌خریدم. نه من دارم ولی بهت حرفه‌ای میگم. تو اگه 20 تا برگ از اینا بخوری میزنه دلت. این چیه بچه؟ این قیافش چیپسه. ولی یه ذره پوست‌پکیه. برآورده سرخ شده اینا رو در پای سیب زمینی. نه، آرد ذرت، آرد گندم، نشاسته ذرت، نشاسته گندم، پوره سیب زمینی. ورقه سیب زمینی نیست. بچه خیلی روغنی بود. راست گفت. معده‌م درد گرفت. چرا ببر؟ اون دهنم پاک کنم. باز دیدی؟ بگو به خدا ندیدم. به قول ندیدم. خب حل. چیپسی که انتخاب کردم اینه. این چیز جدیده دیگه اینو فهمیدم. اگه اینو بتونی حدس بزنی واقعا چیپس خوری. واسه از کوچیک‌تر بیارم تو در جاش. من خواهر خوبه.
فلفلیه. نه چشم رو بار نکن چشم بسته بگو فلفلی دیگه چه می‌دونم. نه فلفل بگم کدوم شرکته؟ نه میدونی شرکتش هم بگی؟ این فلفلی نیست میگی. هالوپینو دیگه. آها آره هالوپینو با فلفل فرق داره چه فرقی داره؟ هالوپینو که فلفل دیگه است خواهد چشم رو یکی دیگه چشم رو شرکتش کتله. آره پشما آره کتله این الان آره این کتله نه ریدم دیگه لو نده آره با کتله شبیه کتله چیزی بگم اینجوری مامری خورد بشکنیم یه چیزی بگم این چیپس خیلی گرون بود 700,000 تومان بود اولیه احمق تو ساده نمکی می‌خریدی چرا 55 بود واقعا مزه چیپس واقعی میده مزه چیپس واقعی تو خونت هم میتونی درست کنی نه ولی نه خودش دروغ میگم ردی اول فعلا میمونه دست نه که نخورن هم الان برن بخرن دفعه دیگه بعد مارکش هم بگی چه شده ببر قبوله مشکلی نداره من احمق عالمم اگه نتونم چیپس هم حد بزنم عشق زندگیم بعد از خدا و مادرم و یکی دیگه میشه این چیپس من چی تنها دارم بیا نمی‌فهمی اولی یه جمع عجیب بود بچه‌ها میدونین من ذائقه سجاد واسه چیپسایی که دوست ندارم میدونم واسه همین چیزایی که دوست ندارم آدم نشون میدن کدوم پیاز داره توش نه این عجیبه مثلا خاک تو سرت بعد از خوردن 40 تا چیپس وای اول زیادتم نگفتی خوب چیه وای تو خیلی ضعیف یکی دیگه بده یکی دیگه این پیتزاه چی می‌کنین مطمئن پیتزاه نه داداش مرغه چیه گفتم پیاز داره که سیر سبزیجات پیاز چه ربطی داره یکی دیگه هم بینش بینش وای دیگه بس دیگه باشه من باختم قبوله باشه من خسته شدم میدیم رو بزنیم نمیبینم دیگه اینقدر اونا که خالی هم از دور خارج کن این خالیه بچه‌ها ما بعد از یه آنتراک برگشتیم اینقدر چیپس هنوز مونده چند خورده بریم 6 تا خورده بریم فقط این همه سر خیلی کم خوردی این آخر شد این نفهم بچه‌ها ما پارت‌های زیادی از چالش‌های غذای مختلف رو گرفتیم میتونم بگم مزخرف‌ترین وعده‌ای که یه چاق میتونه تو زندگیش بخوره اینه که فقط چیپس بخوره باز یه لاغر بهش میخوره که این کارو بکنه که بدونیم چرا لاغر شده چون واقعا خودش من یه چیز بگم من میخوام یه رژیم ابداع کنم به نام رژیم چیپسی چون واقعا خوردن چیپس خیلی سخته شما اگه بخواید یک روز کامل چیپس بخورین حاضرین گشته بمونین ولی چیپس رو نخورین از اونجایی که باید یه ذره دلم جا کنه میخوام سرکه نمکی بکنم آها بیا ببینیم چیپس سرکه نمکیه چاکلزو از چیپس سرکه نمکی چیتوس تشخیص میدی یا نه این چیتوس این چاکلز راحت میتونم بخورم نه داشتم که منم ببرم فرو چشم به من بیا چاکلز و چیتوز رو از هم تشخیص بده آفرین میشه یه بار من تشخیص بدم آره میشه و اگه واقعا ابتکار تو دست مریضات میگم که بینش آنترا یه ریزی میدی اینجوریه چشم میبندم ببند تو نمیتونی آخه همه بین چیتوز چی چاکلز هر دو تاشون سرکه هر دوش سرکه نیست اون یکی سرکه است خب آخه خیلی معلومه این نتونی خیلی احمقی این اولی حاضری برای دومی این دومی اولی دومی اولی چاکلز دومیش چیتوز مثلا چیتوز کلش یه طعم داره همه چیتوز بقیه میشه تهش یه چیزی میاد که میفهمی چیتوزه میشی تهش اون ماده به اسم چیتوز میدونی که چیتوز این ماده است درست میدونی که اسم برندش از این ماده گرفته شده آره میدونم این مرد بخورم بوگه چرا موتوری نیست چیتوز اونی نیست مگه خام بود همین خام داشت خیلی خوردیم خدایی دیگه اینم بده زوری این یه ذره میده دو تا اونو بخورم دو تا نه دیگه اون دو تا بچه‌ها به ما میگذرن دو تا رو ها خوشمزه با اگه خوشمزه میگی نخور نه اون روغنیه بخورم اون روغنیه بیا دو تا دونه وای بیا دو تا فلفلی هم داریم میتونیم بگیم کدوم مزه کدوم چیز چالش عوض کن چی اینم برعکس چیه اون تشریف داره من سجادم یا نه چیپس از چیپس بپرسن نه من برم تو دهن چیپس اون بگه این سجاد بچه‌ها چیپس زیادش مثل مواد مخدر میمونه اثرش چی میشه مثلا واقعا ما الان داریم بچه‌ها نگاه کن اگه شما دارین یه خانیه دونه مادرین یا یه پدرین که دارین بچه‌هاتون نگاه کنه ما نگاه کن درس عبرت بچه‌ها از ویدیو ما رو زیاد واسه بچه‌ها نگاه کنین و لایک کنین بگیم بچه‌هاتون اگه چیپس زیاد بخورین مثل سجاد خنگ میشی واسه این خنگی وای من تازه فهمیدم تو چرا خنگی بیا چرا چه طعمه چه طعمیه آره چه طعمی که راحت رو بیا آره دیدیم چش بسته بگو به خدا نفهمیدی این از اون
بلازه است یا بگو خوشم نمیاد ازش همونه. وای سجاد ماست مگه موسی، میشه تو ماست این همه موسی. چیز میخوری؟ آفرین ماست داره دوش. وای خاک بستر. ماست داره. نه طبق قانون احتمالات اینجا 4 تا دونه نیدم مازاجی وای نیدم. اینجا پیاز 4 جعفری. نه وای. وای سجاد چطور ممکنه؟ آجیش نمیبینم کدومه. پیتزا. وای همونی گفته بودم پیتزا. این تمام عجیب نداره. خب یکی خب اینم برم مثل تو خنگم. میتونی تکراری هم بدی نخوردم ها. میگه یه به کوچیک بود نفهمم. دو تا انتخاب کنم. یک. نه دو تا دیگه. سیره همون سیره است. نه. یا ماست ریحونه یا پیاز جعفری واسه فکر کنم. کاش که اشتباه نمی‌کردم. بگو دیگه. ماست ریحون. پیتزا بود. خدا با منه از همون چوبی خورده که من خوردم. فکر دیگه راحتیه نه؟ بچه‌ها من ترانه خوردن چیپسم در سال شاید بشه 3 تا. مثلا سالی که چیپس میخورد چند تا از چیپسش برمیدارم ولی مثلا میتونم بگم یک بسته چیپس واسه من به قول مدی من باز میکنم میذارم این میخوره. یه داری همه خیلی سخت. یه ذره کمشون کن. اونایی که دوست داری. این نمیتونی. اون نمیشه اون خیلیه. بچه‌ها من میخوام اینجا مقایسه کنم که آیا چیپس مزمز خوشمزه تره یا چیپس چیتوس. میخوام یه چنل جدید بذارم آنالیز چیپس میشه؟ چرا یه کانال یوتیوب بذاریم تو بگو چالش بنویس چند روز تولدت مونده؟ بگو آفرین بگو 20 روز تولدم مونده هر روز یه چیپس جدید. بریم؟ الان میخوام ببینم که چیپس مزمز بهتره یا چیپس چیتوس. من یه همه مزه بدم بده. مزمز چیپس فلفلی مزمز مزه چیپس رو خاک میده. چیزوز بهتر بچه. مرد ما چاق‌ترینای دیگه رو خوردیم مثل 4 تا چیپس بر نمیای. شاید 20 تا جعبه واسه یه روزش نیست. ببینم بس بگم پینات باورش نمیشه بدم چی میخورم. سجاد 20 تا پاکت چیپسیه که تو یه روز میخوره. ببینم نوشته بود هر وعده حدود 10,000 کالری میخوره. غذا میخوره خب باش. نه چیپس میخوره. نه غذا میخوره بعد از بعدا. اینا کلا بین یه روزش تقسیم میگیری. احمق اینا دندرت میگیری میام بخورم. گاو میدونی دیگه بخورم. واقعا تو به نظرت میتونی تو یه روز کامل این بقیه اینا هم بخوری؟ 100% من دهنم درد گرفت. ای بچه اینو تمام کرد. که اینو خوردی؟ اینو تمام کردی. دیگه چی؟ پره. اینم تمامش. ولی خدا وکیلی دهنم درد گرفت. میخوردم. بچه‌ها از 20 تا 10 تاشو خوردیم. 10 تاشو خوردیم. اگه یه ذره کامل میگیری رکورد میشکنیم. یه ذره. من یکی دیگه اینو اگه بخورم میتونیم بخوریم. الان دیگه معدم سوخت داره. الان یکی دیگه بخوره. ولی چی ما بخوریم؟ تو بخور 20 شدم دیگه. آجی جدی معدم درد گرفته. هم معدم درد گرفته هم دهنم. فکم درد میکنه. شبیه محمد فکک شده الان. محمد فککش نمیشناسی؟ بچه‌ها میشناسن. بچه‌ها این بود از ویدیو امروزمون. اگه دوست دارین بچه ما بعد از خوردن ویدیوهای کالری همه قیافامون یه جوری میشه. اگه دوست دارین که باز از این ویدیو بگین تو کامنت ها بگین. اگه دوست دارین بازم چاق‌ترینا با غذای دیگه بگین. تا ویدیو دیگه خداحافظ.